بعد از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این کشور بعضی کارشناسان حدس میزنند که ممکن است در آینده فعالیت دو حزب دیگر یعنی حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست تاجیکستان نیز ممنوع اعلان شود. با عقیده آنها تنها حزب‌های به فعالیت خود ادامه خواهند داد که با حکومت همکاری میکنند و خود را حزب مخالف دولت نمیشمارند. در چنین حالت آیا به نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خطر تهدید نمیکند؟ در مصاحبه رادیوی آزادی از شهر دوشنبه، رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و اسماعیل طلبکوف معاون اولی رئیس حزب کمونیست شرکت دارند. جناب ظاهروف، شما آینده نظام بسیار حزبی در تاجیکستان را چگونه می‌بینید؟ باید قید کنم که مسئله اساسی و مبرم امروزه حیات سیاسی تاجیکستان در آن میباشد که معیار کنستیتوسیا باید با پلورالیسم سیاسی و ایدئولوژی عملی میگردد یا نه. برای این چیز باید که اینستیتوت قانونی حزب‌های سیاسی به میان میآمد یا که بسیار حزبی. نظام بسیار حزبی امروز زیر خطر است در تاجیکستان. پیشتر هم زیر خطر بود، امروز باز خطرناک شد. از بس که خیلی گفتم 8 حزب سیاسی عمل میکرد، اکنون 7 حزب سیاسی است. لیکن مسئله در آن نیست که 7 حزب سیاسی داریم. امروز در تاجیکستان بسیار حزبی ممکن است که پر وجود ندارد. برای آن که از 8 حزب سیاسی 4 حزب سیاسی امروز به پارلمانت وارد شدند. یک حزب سیاسی نمایندش اعضای پارلمان شد. از حزب کمونیست حوزه یک مندت 2 نفر انتخاب شدند همچون دپوتات. همگی 2 حزب سیاسی از روی این حساب کتاب امروز اعضای پارلمان نیستند. این نماینده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حاضر در حالت یک ناگوار و قطع کرده شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. جناب طلبکوف، شما به این سوال چه جوابی دارید؟ مسئله بسیار حزبی رو در تاجیکستان تعداد اون در کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان گذاشته شده است که تاجیکستان دولت دموکراتی، دنیوی، حقوق بنیاد، اجتماعی و یگانه میباشد. در تاجیکستان حزب‌های سیاسی که از قید وزارت عدلیه گذشتن فعالیت میکنند و در مقامات‌های انتخاباتی از پایان تا بالا در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، انتخابات وکیلان مجلس های وکیلان خلق، در انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده آمده است و تا امروز تجربه کافی هم الکی به دست آمده است و من فکر میکنم که در آینده تاجیکستان این جامعه بسیار حزبی است و در اینجا حزب‌های سیاسی امکانیت فراخ دارند که در دایره آیین‌نامه و برنامه خود فعالیت کنند. جناب ظاهروف، چرا حزب سوسیال دموکرات نتوانست در جامعه موقع خود را مستحکم کند و برعکس حالا از ضعیفتر شدن این حزب صحبت میکنند؟ من فکر میکنم که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ضعیفتر نشده است و نگرفتن ما یگان کرسی وکیلی در پارلمان این حزب سوسیال دموکرات وابسته نبود. یعنی از نگاهی نه تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، بسیار کارشناسان تاجیکستان و کارشناسان خارجی هم همین سفر پیشکی پیش بینی کرده بودند یا پروگنوز کرده بودند که این سفر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حتما اعضای پارلمان می شود. لیکن عاقبت چی شد اینجا معلوم است. اگر که انتخابات گذشته ما روی راست محدود میکردن با ما 1.5% یا که 0.8% این خیلی آوازها میدادن، این سفر باز کمتر کردن و 0.5% دادن 0.5. لیکن در نزد مردم نه تنها در نزد مقاماتی هم دولتی، در نزد کمیسیون انتخاباتی روی ایمیج حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بالاتر رفت. من با اطمینان کامل همیشه رو گفته میتوانم. جناب طلبکوف،
شما جای نگرفتن حزبتان در پارلمان را ضعفیت حزب میدانید؟ متاسفانه حزب در وقت جنبست انتخابات معمون مانعی 5% که میگیم که به پارلمان راه یافتن رو ما موفق نشدیم. ولی یک چیز عجیب است که ما در وقت جنبست انتخابات از جایها از انتخاب کنندگان اوید فشار آوردن، اوید قانون شکنی ها، اوید دیگر عمل هایی که برخلاف قانونگذاری اوید به انتخابات است، اوید به حزب سیاسی است، متاسفانه ما در دست همین حجت ها را نداشتیم. از همین نقطه نظر ما نتیجه انتخابات را اعتراف کردیم و برای شکایت بردن و مقامات های مربوطه ما اساس واقعی نداشتیم. اسماعیل ابراهیمویچ، بعضی از تحلیلگران نزدیک به دایره های حکومتی پیشگویی میکنند که ممکن است حزب شما نیز مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود. حزب نهضت را به آن متهم میکنند که در صفهای آن گویا اکستریمیست ها هستند و به نظام کنونی دولتداری خطر دارد. ولی حزب شما چه خطری میتواند به دولت داشته باشد؟ از البته ما هم نیز از این آوازها، از این میشمیش ها آگاه هستیم که گویا که بعدی بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب کمونیست تاجیکستان رو نیز میبندند و در ارتباط با اونه که شما از حزب نهضت اسلام آگاه شدید، البته ما هم نیز از وسیله اخبار عامه آگاه هستیم. عملهای تندگرایی اکستریمیستی که به صلح سراسری یک پارچگی تاجیکستان، آرامی تاجیکستان تهدید میکند و این مقامات های مربوطه، مقامات های قدرتی که با این وابسته بدگی بهای خودشون رو دادن، حلنامه صلح هم برآمد. من اوید این حزب دیگر چه گفتنی زیاد نیستم، لیکن هم قدرش رو گفتنی میدونم که در حزب نهضت اسلام تندروایی اکستریمیستی و دیگر عملها هنوز از سالهای اول 90 حس کرده میشه. ما و شما همون نفرانی هستیم که در همون معرکه و در همون دوران ما اشتراک داشتیم، ولی اصلا گیرم اگر ما از لحاظ اونه که ما امروز فعالیت کردیم، ما تو امروز یگون فشار، یگون تهدید یا یگون خصومت بین مقامات های مربوطه، حکومت جمهوری تاجیکستان، سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما یگون اختلاف نداریم. ما در بسیار حالت ها سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت کشور رو ما 100% جانبداری میکنیم. جناب ظاهرов، شما هم درباره آینده حزب خود چیزی میگویید؟ باوری دارید که فعالیت آن را میبندند و اگر بستند فعالیتش را در چه شکل ادامه خواهد داد؟ من خبر دارم که حکومت جمهوری تاجیکستان را نه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بلکه رئیس آن یعنی من رحمت الله ظاهرov بگم که از من بسیارتر ناراضی هستند، همچون نه حزب. برای همین با یک بار تاکید میکنم که اگر حکومت حزب سوسیال دموکرات رو میبسته باشد، ما در چارچوبه قانون در رعایت و عمل مثل کنستیتوسی و قانونگذاری تاجیکستان تیار هستیم که از جهت حقوقی و سیاسی مبارزه خود را در کدام که حالت نباشد دوام دهیم. بدین طریق صحبت امروزه را به پایان میبریم. تشکر به رحمت الله ظاهرov، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و اسماعیل طلبکov، رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان که با ما از دوشنبه صحبت میکردند. خدا نگهدار.